عابدزاده جایگزین بیرانوند در تراکتور می شود. به گزارش بتا اسپورت، تراکتور برای فصل آینده به دنبال جذب امیر عابدزاده است تا او جایگزین بیرانوند شود و بیرانوند نیز به دنبال راهی برای یاغی شدن است. حسین نژاد در یک قدمی استقلالی شدن. محمد جواد حسین نژاد با مدیران استقلال به توافقات اولیه رسیده و قصد دارد فصل بعد مجدداً به فوتبال ایران برگردد تا این سری آبی پوش شود. علاقه سرمربی سرخاب محمد قربانی که تازگی راهی الوحده شده، نظر اسماعیل کارتان را جذب کرده و به مدیران پرسپولیس دستور جذب این بازیکن را داده است. بیفوما بالاخره به مراد دلش رسید. خبر میرسد مدیران استقلال خوزستان با مدیران استقلال برای فروش بیفوما به توافق رسیدند و تیوی بیفوما در فصل جدید راهی استقلال می شود. اخباری لایق ترین گزینه برای تیم ملی با توجه به اشتباهات 3 دروازه‌بان تیم ملی در تیم‌های باشگاهیشان، حالا همه نگاه‌ها به محمد رضا اخباری سنگربان گلگهری هاست که همکنون بیشترین کلینشیت لیگ را دارد و باید دید امیر قلعه‌نویی فرصتی به این دروازه‌بان می‌دهد. بتا اسپورت، بی‌نهایت در ورزش.